خشتی اول چون نیهد معمار کج تا به آخر می رود دیوار کج. پند داده از شاعر. این پند هدایت است برای استادان صنف‌های ابتدایی، زیرا از همین زینه راه درست را دستوریکان انتخاب می نمایند. هرچند امروز مؤسسه‌های تا مکتبی فعالیت دارند و مشغولیت‌ها از این زینه آغاز می‌یابند. دو نفر صاحب وطن ما، قربانی عبدالرحیم و شعلا خالووا، معلمان صنف‌های ابتدایی دبستان رقم 6 شهر باختر محسوب می‌یابند که هر دو به تعلیم و تربیت خوانندگان صنف‌های ابتدایی مشغول می‌باشند. هر یک انسان باید گذشته خود را خوب داند که او کیست و از کدام اجداد و در کدام دودمان کمال یافته است. قربانی عبدالرحیم زاده دهه دره آبی ناحیه شمس‌الدین شاهین و شهلا خالووا باشد. زاده شهر باختر بوده، در عائله کارگر چشم به عالم هستی گشاده است. هر دو استادان هم از گذشته و استادان خود به نیکی یاد میکنند. سال 1976 در مکتب رقم 7 ناحیه شمس‌الدین شاهین تحصیل را دوام دادم. در آنجا زندگی میکنم و فعالیت من از هم مکتب میانه سر شد که استادان به من مهر و محبت زندگی را آموختند، به من علم و ادب را آموختند و مانند نبات تیمور، جورای باباخان، سیفالدین و بسیارتر من از خردی و ادبیات پرقناوت فارس و تاجیک دلباختگی قوی داشتم و آرزو داشتم که در آینده آموزگار شده و منفعت خلق خدمت کنم. هر کی به استاد کرد آغاز کار، کار باری او ندارد اعتبار. دامن استاد گیر و شاد شو، مدت خدمت کنم استاد شو. برای همین من استادان وقتی که به ما علم آموختن، شوق رغبت در دل من پیدا شد و همین ساحه آموزگاری را به خود پیش نمودم. طول 32 سال است که من در شهر باختر سبق می آموزم. امید دارم که باز آینده یعنی که خوبتر کار کنم و از کار خود پشیمان نیستم. اولین استادی که در صنف ابتدایی به من درس گفت معلم میرف بودند که تا حالا در این مؤسسه کار کرده ایستادند. من از اون شخص خیلی منت دارم. اون شخص را احترام زیادی دارم نسبت این شخص که همین کسب آموزگاری را در دل من همون جا نمود. هر دو استادان ختم کرده های فاکولته آموزگاری و زبان و ادبیات روسی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو می باشند. قربانی عبدالرحیم سال 1993 و شعلا خالووا باشد سال 1996 این دانشگاه را با موفقیت ختم کردند. در علم و دانش برایشان بازگردید، زیرا از استادان ورزیده پروفسوران سبق گرفتند و سطح معرفت‌ناکی و جهانبینیشان به کلی تکمیل یافت. تحصیل در دانشگاه ناصر خسرو به ما بسیار پیشروی ها داد. برای آن که ما از استادان سبق می آموختیم، علم می آموختیم، بسیار استادان ورزیده به ما تعلیم دادند و کوشش کردیم که در آینده آموزگار شده کار کنیم. سالات اساسی آموزگار در سویه دانشیان، عقل و فراست، جهانبینی وسیع، نسل‌های آینده را باید در روی وطن دوستی، انسان دوستی باید تربیت نماید. معلم قربانی عبدالرحیم بعد ختم دانشگاه 2 سال خدمت وطن مادر را در شهر کوسترومای فدراسیای روسیه با سربلندی ادا نموده به شهر باختر برگشت. تمامی هستی‌اش را طول 32 سال به تعلیم و تربیت نسل‌های آینده ساز ملت بخشید. شعلا خالووا باشد سابقه 30 ساله کاری داشته، 8 سال به صفت متخصص شعبه تشکیلی و کار با کادرهای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت صادقانه ایفای وظیفه نموده. 22 سال باز در دبستان رقم 6 به تعلیم و تربیت نسل نورس مشغول می باشد. به نهایت از کودکی این کسب را آرزو میکردم که آموزگار باشم و نسل نورس درس دهم. آرزوی کودکی جامعه عمل پوشید. خوشبختانه امروز من آموزگار هستم، در وطن خود کار کرده ایستادم. امروز میبولم که شاگردان زیاد را تعلیم و تربیت داده به اوج رساندم. در همه ساحه‌های امروزه دولت شاگردان من کار کرده ایستادند. شنودیم که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سیاست خود ساحه معارف را در مد اول گذاشتند و
کوشش کردن که هر سال با آموزگاران یعنی که معاش آنها رو زیاد کند. کوشش میکنیم که دانشمندای آینده رو به پایان رسونیم. عبدالرحیمов قربان با عالم معنوی کودک بسیار دلسوز غمخوار است. معلم تا دم زنده است پیوسته می سوزد. عبدالرحیمов قربان نیز از زمره همان آموزگاران می باشد که در روحیه وطن دوستی وطن پرستی خوانندگان را هدایت می نماید. معلمه خال و شهلا باشد نیز از همان آموزگاران پیشقدم همین مؤسسه می باشد. در المپیادهای بین مکتبی، شهری، ولایتی تا جمهوریوی خوانندگان را در سطح بلند و در جایهای نمونوی آماده می سازد. علوچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان قربانی عبدالرحیم در برابر آموزگاری با کارهای ایجادی مشغول بوده. مقاله هایش در مطبوعات دوری نشر شدند و صاحب کتاب‌های دیار کوهسار، مهر وطن و وطن نامه می باشد. با ادبیات پرقنوات فارس تاجیک دلباختگی داشتم. در آنجا در وقتهای خالی با مشق شعر شروع میکردم. اولین شعر من در گازت ظفر با نام تاجیکستان چاپ شده بود. در همان سال بعد رغبت من نسبت همین شاعری پیدا شد. افتخار تاجیکان این وحدت است. تاجیکستان سرزمینی ملت است. من وطن را دوست می‌دارم ز جان. خاک سنگ تاجیکستان قیمت است. 100,000 شکر دوران میکنم. جان فدای تاجیکستان میکنم. قله های کوهسارت تا فلک فخر به این باغ و بستان میکنم. در دل مایان مرادی دوستی صلح و وحدت همچون رمز یکدلی. سرزمینی تاجیکان گل میکند. وحدت ما را او افزون میکند. ملک ما آواز مهنت میشود. جای سیر و گشت راحت میشود. مسکن دوستی و وحدت بر زبان. شعر قربان را بخوانید دوستان. زی اسرار سخن واقف نبودم. سخندانم در این دنیا تو کرده. من میخواهم امروز از یک آموزگاران فعال و با تجربه خودمان گویم که خیلی استاد عزتمند، استاد گرامی قدر عبدالرحیمov قربان می باشند و ایشان خیلی آموزگار فعال می باشند که طول چندین سالها می شود در مؤسسه ما کار و فعالیت کرده ایستادند و ایشان حتی اثر خود را دارند که شعرنامه ها و حتی افسانه های می نویسند که شعرهای کتاب های آنها با نام مهر وطن، دیار کوهسار، فرزند این وطن، آنها یک تفلکان را به وایه میرسانند که حتی در جمع آمدی پگارزی ما حتی میبرایند توصیه ها میکنند که از شاعران کلاسیک به همچون شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به ما صحبت میکنند و میگویند که دائم خوانید، علم آموزید و حتی این از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به ما یک چند شعرها، پند و حکایه ها را نقل میکنند که ما باشیم خوانندگان اون کس رو با دقت گوش می‌نماییم و از اون کس یک اثر هم باشد به خود میگیریم. معلمه خیلی معلمه مهربان هستن که من از پیش خودم به نزد معلمه میام و میگم معلمه جان اگر یگان چاره‌بینی باشد همراه تیار نماییم. اون کس بله میگن و ما در بسیار در برآمدهای روز پرچم از اول سپتامبر سر میشود، در برآمدهای پرچم و یا 23 فوریه باشد ما برآمدهای تیار می‌نماییم که طلبه آنها خیلی فعال هستن. خوانندگانشان در حتی آنها وقتی برای رقص پرچم حتی همین با رنگ‌های سرخ، سفید و یا سبز لباس‌های پرچمی می‌دوزند که برآمده خوانندگانشان در مکتب در مؤسسه برآمد می‌کنند. ما باشیم آنها را خیلی هم با ذوق تماشا می‌کنیم چون که برآمد اون کس و خوانندگانشان خیلی با نفوذ است. از بلند برداشتن معاش آموزگاران و به توصیب رسیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار شاد و افتخارمندند و سپاسگزاران از سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که برایشان با بنیاد مکتب‌های نو زمانوی دستگاه و تجهیزات معاصر شرایط ارزنده کاری را فراهم آورده است. خیلی خرسند هستم که امروز دولت تاجیکستان فکر همه ما آموزگاران را کرده ایستادند که غمخواری زیاد نسبت ما نمودند. امروز قانون مقام آموزگار من قبول شد که در آن
مقام آموزگار خیلی بلند شد. معاش های آموزگار امروز روز تا روز بلند گردیده ایستاده است که این روحی هر یک آموزگار رو بلند می نماید. ما صدقاً کار میکنیم، نسبت کسب خود جدیتر میشویم، کوشش میکنیم که نسل نورس رو تربیت خوب، تعلیم خوب دهیم. در جواب غمخواری های پدرانه پیشوای محبوب ملت، این و هزاران آموزگاران پیوسته تلاش می‌ورزند که نسل آینده سازی ملت را در روحیه بلند وطنداری، احترام و ارزش‌گذاری به تاریخ و تمدن ملت، مقدسات و ارزش‌های ملی به کمال رسانند. امروز تاجیکستان رو در سطح جهان از روی انم سروری بزرگمون پرزیدنتمون که نسبت دولت، نسبت خلق، مردم چقدر مهربانی های خود را رسانیده ایستاده است و کوشش کرده ایستاده است که دولت ما پیش از همه آرام باشد، صلح و آسایشتگی باشد، مردم به یگان ممنونیت هر روزه در زندگی خود رو یابند. این همه با کوشش زحمت پیشوای ملت ما می باشد. غمخواری ها نسبت خلق، دولت و آموزگار می باشد. امروز در جواب این غمخواری های دولتمون، سرورمون گفتنی هستم که ما باید که از صدق دل، صدقاً جدیتر مهنت کنیم، با یک سر بلند دولت و خلقمون رو حمایت کرده آنها رو به یک راه درست وادار سازیم. من فخر از آن میکنم که آموزگار هستم و نسل نورس رو تعلیم تربیت داده برای دوست داشتن وطن و خلق خود و دولت خود روانه میسازم. از آنهایی که کسب آموزگاری رو پیشه میکنن میخواستم آموزگارا بیشتر نسل نورس رو دوست دارن و چی دانشی که دارن در آنها رو یک تعلیم و تربیت خوب دهند تا که آنها در آینده در زندگی یک راهی درست رو پیشه خود نمایند. زحمت پیوسته این آموزگاران ورزیده می باشد که شاگردانشان دانش خوب دارند و در موضوعهای وطن و وطنداری، تاجیکستان، زبان، صلح و دوستی شعرهای زیادی را از بر کردند. معلم به من میدهد دانش، زین به دستم کتاب خوانش. دست معلم دست حیات است، راه معلم راه نجات است. معلمی مهربان، مهرتان در دل و جان، لفظ شیرین روان ما از شما آموختیم. به هر سوال جواب را، دانستن حساب را، هم خواندن کتاب را ما از شما آموختیم. وطن سر می شود از گهواره، شیری پاک و از پیستان مادر. وطن بهبودی ای بهروزی ای ماست، وطن دل جمعی دیروزی ای ماست. شاگرد معلمه شعلا خالوه معتبر شادیه در آزمون ملیتی پیروان پیشوا سزاوار مقام اول گردید که این مایه افتخار و سرفرازی می باشد. بله اسماعیل سامانی تو هستی، شکوهی بختی نورافشان تو هستی. مبارک جشن استقلال وحدت، به قلب تاجیکستان جان تو هستی. سلام ای پیشوا مردی خداداد، بکردی از سری نو کشور آباد. همه احسن همه خانه تحصیل، به آن فرزانه مادر که تو را زاد. واقعا معلمی عشق است، عشق دوستداری وطن، دوستداری شاگردان، صداقت به میهن و دولت و ملت خویش. از این دریچه نگاه میکنند هر دو استادان به جهان معلم، آموزگار، تربیتگری نسل‌های آینده سازی ملت. کسب آموزگاری این عشق است. کسب آموزگاری نه همه این کسب رو از عهده‌اش میبراید، فقط محبت من نسبت نسل نورس مرا به این کسب راهنمایی نمود. ما امروز افتخار داریم که در فضای صلح و وحدت یکدلی عمر به سر میبریم و میلاداری خود را با آن میکنم که سرور دولت ما در هر یک سخنش میگوید که وطن ما بهترین مقدسترین وطن است. ما وطن خود را باید عزیز داریم، مقدس داریم. تاجیکستان قله های کوهساران از خوش است، آبهای چشمه ساران باغ بستان از خوش است. در بهاران می رسید چهچه بلبل به گوش، صد چمنگل می کند دشت و بیابانت خوش است. گلشن و گلزار تو سبز خرم گشته است، ای وطن بهر از سخن گویم دل و جانم خوش است. می نویسد شعر قربان بحر وصفت ای وطن،
زنده باشی دائما با تو فخرم من وطن. фарзандони ин устодони варзида имрӯз дар истеҳсолот кор мекунанд ва қисмате мактабхон буда кӯшиш мекунанд ки бо баҳои хубу аъло хонанд ва фарду номбардори давлату миллати хеш гарданд.